15مین روز از چالش 30 روزه گیلان و غذاهاش باقالا فسنجان داریم. عجیبه، تو حالا اسمش هم نشنیدی؟ باورت نمیشه همچین فسنجونی داشته باشی. ولی قدیما گیلانیا بعد از اینکه گردوی سایده رو با رب انار تفت میدادن، آب یخ میریختن توش و میذاشتن 2 ساعت ریز قل بخوره. پیازها رو هم با یه رنده بزرگ، خب با یه رنده خیلی بزرگ ریز رنده میکردن و تفت میدادن تا طلایی شه. بعد پاچه باقالاها رو از غلاف در میآوردن و با پیازا و نمک و فلفل و زردچوبه که تفت دادن با یه لیوان آب فقط 20 دقیقه میپختنش. بعد به سس فسنجون اضافهش میکردن و 1 ساعت دیگه هم که قل خورد نمک و فلفل و گلپرم بهش میزدن و یه ربم که با در نیمه باز قل میخورد این باقالا فسنجان غذای گیاهی و فراموش شده گیلان آماده خوردن بود. البته اونا با سوخت پلا میخوردنش، ولی به نظرتون با این تهدیگ جذابتر نیست؟ و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون.